قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. سنة از قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ويتوات ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اینجا هم شیخ چی آورد؟ یعنی اشکال آیت هم ولقد همت به یعنی اینکه زوجه عزیز مصر، زن عزیز مصر یوسف علیه السلام وقتی که برادراش ثمن بخس با که بفروختن، همین که با رکبه وقتی که فروختن قربان به و آوردن مصر بفروختن و یکی خرید عزیز مصر خرید. عزیز مصر یعنی یکی از چیه؟ سرداری مصر و کی بود یعنی خونش به آورده بود یعنی ها. و وقتی که یعنی کلام میشه چی میشه یعنی ولقد همت به یعنی که مؤنث یعنی زنی که عزیز مصر میگن که نامش کی بود؟ زلیخا. میگن این بچه دلیل نیست، دلیل نیست که نام بچه بود یعنی زلیخا بود. از اسرائیلیات این چی؟ از اسرائیلیات یعنی این چیزا به مثلا با تفصیل در آمدن یعنی شده که چیز یعنی چی بود یعنی اولی اصول تفسیر اند میگیریم شیخ سرکت کو یعنی شیخ خوبیت یعنی چی یعنی مقدمه اصول تفسیر شیخ الاسلام اند. همین به مثلا میگه که از اصول تفسیر اهل سنت الاعراض عن ماذا چی و من التفاصیل هایی که میگن یعنی دلیل مثل من هاروت و ماروت و مثلا چی یعنی اصحاب کهف مثلا همین شدگی یعنی چیز یعنی اینا با اهل تفسیر اهل سنت چی رو میگردونن یعنی همین جان شدگی ایندا یعنی چی مثل قول الله تعالی لولا ان راى برهان ربه یعنی همت به یعنی همت از چی گرفتیم یعنی هم یعنی اراده خواست و زن خواست چی خواست؟ فاحشه خواست. و هم بها یعنی یوسف علیه السلام کذالک خواست لیکن الله تعالی و از این چیز باز داشت لولا بسبب چی؟ برهان رب دیدن. برهان رب گفتن این که بود یعنی سوره یعقوب دید، بعضی میگن که جبرائیل دید، بعضی میگن که عذاب زینای دید. یعنی این چیزا به دلیل نه. هم به ابن جریر طبری رحمت الله علیه میگیم که خلاص اصلی وان میبینیم لولا را برهان حجت پروردگارش دید. یعنی این چی ایمان حجت الله سبحانه کفایه برای مؤمن چی الله سبحانه و تعالی از این زنا نهی کردگی کفایگی میکنه یعنی ها برای مؤمن چی میشد اگر مثلا قرآن وای به زجر نشاد چی وای به زجر میشد یعنی دیده همین خودش قرآن میگه عصر 21 باید که مثلا چی دلیل های عقلی بیاریم. عصر 21 باشد عصر 41 باشد ها همین قرآن حجت بود حجت نموند ها همین عصر مثلا یک کمانده مثلا چی نمیفهمیدگی نمیفهمید همین نه اگه چی میشد عصر 21 شد گفته چیکار کردن در کار یعنی 21 بار قرآن تغییر دادن نکار. همین قرآن چه خیلی که بود خودش میموند یعنی آدمی که موفق کفایه میشد یعنی حجت کفایه میشد. اما آدمی که نمیخواد وقتش انده یعنی که همه که رسول صلی الله علیه و سلم به کفایه نکردین چی ابو لهب تبت یدا ابی لهب هم خنه همین به این چی بود برهان ربی یعنی حجتی که مثلا یعنی بود همین چیز کفایه کرده از این چی روی گردون. شیخ المهم جنده اشکال آورد که هم بها یعنی یوسف علیه السلام چی هم یعنی معنیش فهمیدید یعنی هم یعنی چیزی که نفسنده چی یک اراده پیدا میشد. فهمیدید معنی هم الهم معنیش چی وای یعنی پیش از یک عمل کردن آدم چی پیدا میشد یعنی یک هم پیدا میشد یک نیت پیدا میشد یک چی نیت پیدا میشد. الان معنیش چی وای الهم یعنی چی پیدا شد یعنی نیتی چی اعوذ بالله نیتی فاحشه مثلا چی یعنی این حقی چی به اشکال همین که انبیاءها از این چیز چی هم معصومن از این چیزها چی هم از این چیزها معصومن. تو چی خیل ما این چیز به چی میتیم یعنی جواب میتیم یعنی جند شیخ چی دو جواب ذکر کرد یعنی هم چیز به یکمش این که نعم
اولنده یک چیز پیدا شد لیکن چیکار کرد ویا ها اول چیکار کرد یعنی موقفش چی کرد یعنی تغییر داد تغییر داد یعنی این چیزه چیکار کرد از نفس خودش ازاله کرد نیست کرد دویم جواب همین که یعنی الهم با معنای چی با معنای حدیث النفس حدیث النفس حدیث النفس یعنی حدیث لسانه یسونه حدیث نفسه وما حدثت بها انفسها وما حدثت بها انفسهم همین سه چیز دیگه ان الله تجاوز لعن امتی عن امتی سه چیز یکی همین چیزی که نفسش سخن میگوید یعنی حدیث النفس این حدیث نفس بود یعنی نفس به یک چیز نفس میبید یعنی و این چیز به انسان چیه معذور نه بلکه معذور وای بچه وزر نمیشه بلکه چی میشه وای با عذر میشه ليس بمعذور انما بل هو معذور حدیث نفس فسرعان مثلا چی کرد یعنی برد حدیث نفس هر کس پیدا میشه صحابه ها اومده گفتن که علیه الصلاه و السلام چه یک چیز میبیاید نفس به مثلا نه یعنی ان نفس میوبد که یعنی یقال من خلق کذا من خلق کذا من خلق کذا جواب الله حتی که میبیاد چه من خلق الله و رسول صلی الله علیه و سلم میگه که اوجدتموه قالوا نعم اوجدتموه قال ذاك صریح الایمان یعنی وقتی که همین چیزه یعنی چیز یعنی همین چیزا یک منکر نفس اومده نشین چیزی چه ممکن یعنی پیدا میشه این چیز یعنی ممکن به معنای یعنی این چیز یعنی محال نه پیدا میشه این چیز لیکن بعد پیدا شدنش یعنی اینجا آدم چه دو به تقسیم میشه کسی هایی که مثلا چوای سرعه یعنی یحارب هذه الافکار و هذه العموم یحارب فینتهی منها و قسم یسترسل معها یعنی استرسال مشکله استرسال یعنی خلاص یعنی می بیاد یعنی همراهی همین می براود یعنی یک اگر شبهه بیاد دلش به و یک دو میشد سه میشد چهار میشد برفتن میگرد بچه این استرسال شیء محذور اما که انسان که وای محاربه میکنه و از دل دور میکنه وای بچه وای آدم چه محذور وای آدم الان خیلی یوسف علیه السلام هم خیلی شد حدیث نفس اومد و سرعان چیکار کرد یعنی از خودش چیکار کرد یعنی از خودش دور کرد مثل حدیث تونه چه امین حدیث یعنی جنده چهار چیزه چه بیان کرد علیه السلام یعنی آدم یعنی کتابا نمیخل میشه چهار خل میشه یک آدم مثلا نه چهار خل یک آدم هم یعنی یک نیت عمل خیر پیدا میشه فهمیدید نیت پیدا میشه لیکن من نمیکند همین چی نمیکند یعنی فهمیدید یا کی میکند هر دو حالت اندم خیر این آدم یعنی مثلا یک آدم مثلا چی میگوید که ان شاء الله میگوید امشب چیکار میکنم ثلث اللیل اخیر به میخیرم قیام اللیل میخونم چی پیدا شد نیت پیدا شد حال ناکرد و چی میشد یعنی اجر میشد یعنی طبعا نیت به چی به چی میگیم یعنی هم معنوش به چی به عزم میشد عزم یعنی چی قوت به چی به قوت مثلا میشد یعنی فهمدید یعنی همین گفتم به تیارگریش دید تیارگریش گرفت فهمدید فقط کلام فارغ نه یک این بچه یک حسنه میشد گرچند نخوندم چی میشدیم به یک حسنه میشدیم به یعنی طبعا وای وقتی که نماز گفت نیت کرد همین نیتش به چه به عمل تأیید کرد یعنی همین سبب های گرفت یعنی همین منبهات بودلنیک جوال یعنی به خبر کرد همه که منه یعنی سبب های گرفت نه که مثلا چی وای خلاص این شب قیام اللیل کنم همه چیز کشتگی گوش به پخته مونده درون به در اومده مثلا یعنی وای چه کیف ریب داده استاد است یعنی باید که بچی با عزم شود وای چیز این انده وقتی که سبب های گرفت و عزم که کرد باید چی نخوندم چی یک اجر میشد اگر همین به عمل کرد چی میشد 10 حسنه میشد وای سبحان الله یک عملات به 10 حسنه الله تعالی میده سیمش اكو چی میشد یعنی سیئه یک آدم مثلا چی یک هم بچی کرد بدکاری گناه میکنم گفت گناه میکنم گفت
ana men دو به تقسیم میشن. فهمید؟ دو به تقسیم میشن. دو به تقسیم میشن. یا ترک میکرد برای الله. فهمید؟ یا کی میکند. اگر همین ترک کرد یعنی مجرد دیدید یعنی این رحمت الله تعالی، عدل الله تعالی، رحمت الله تعالی، اینا کرم الله تعالی، فضل الله تعالی، وقتی که حسنه به نیت که کرد نوکردش وای به چی شد؟ اجر شد. اما سیئه بکند وای به چی؟ نمی نویسد. الله تعالی فرشته میگه ننویسید حتی که عمل کند. اگر برای من ترک میکند الله تعالی وای به چی نویسید؟ حسنه نویسید. سبحان الله. اگر عمل کند چند سیئه میشد؟ یک. این چی؟ فضل الله، عدل الله سبحانه و تعالی. یعنی طبعا وقتی که ترک کند چی میشد این ترکش؟ برای الله. یعنی حاضر مثلا چی گفت که یک کاری گناه میکنم، گفت دزدی میکنم، گفت نیت اومد یعنی خلاص میکردگی رفت، یعنی رفت دزدی میکردگی از دست پاش گرفتند و باستنشی گرفته برفت. وای نمیگود که خلاص این عادت چی وای با عجب میشد، یعنی وای نداشت، وای داشتن، وای داشتن. باید که برای الله هم ترک کند. یعنی اگر مثلا چی وای حائل نشود حائل بشد، اگر برای الله ترک کنه همیننده. از شاهد نمیخواد مثلا چی میشد، یعنی انسان وقتی که یک کار گناه نیت کرد نکند وای به چی وای به گناه نمیشه، وای به چی میشه؟ اجر میشه. الان میخواد چی یوسف علیه السلام الان میخواد چی آیت جواب بده. یعنی الشاهد ان هذا الهم كما فسرناه لكم والشاهد منه ان الله صرف عنه هذا السوء بمشيئته. يعني علمين چیز سوء همین یعنی به همین زنی عزیز یعنی فاحشه به افتادن که از یوسف دور کرد الله سبحانه و تعالی. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصبو اي اميل مایل میشم یعنی إليهن وأكون من الجاهلين. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله رسول الله، يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي پدرش پدرش انبیاء. یوسف علیه السلام خودش نبی، پدرش نبی، پدرش نبی، پدرش نبی. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم از اولادی که انبیاء با وجود همین چی میکند، یعنی خودش قوه چی نفی میکند، میگوید که و الا تصرف عنی، یعنی همین چیزا کیدهن اصبو، اگر تو همین چیزا من دور نکنی یعنی من چی میشم؟ عاجز، ناتوان، ضعیف میگوید. یعنی سبحان الله. این چی به دلالت میکنه برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عيني. یعنی همین به عباره ثق بنفسك یعنی عباره منکره، یعنی نفست با باور کن. چه نفست با باور میکنی؟ لا تكلني الى نفسي طرفة عيني. طرف عین یک میچه زده. همین قدر من نفسم به خودم نمو میگویم که خراب میشی. اگر خدا تنها که مونده خراب شدی، هلاک میشی. همین انسان هیچ وقت چه مغرور نمیشه. یعنی به اذن الله تعالی، به اراده الله تعالی یگان کار چه کردن نمیتونه. همه کار باید که چه به اذن، به عون. برای نصف دین چه گفتیم؟ الاستعانه گفتیم. نصف دین استعانه و نصف دیگر عباده. لجأ الى الله سبحانه و تعالی، یعنی اعوذ بالله. یوسف دیگر یوسف علیه السلام میگوید که و الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكون من الجاهلين. قدری ها چی میگوید؟ یعنی ثعلوک ابن ثعلوک میبیاد میگوید که چی میگوید؟ یعنی ما میگوید به توفیق الله تعالی خودم چی حمایت کرده میتوانم. یعنی این منهج انبیاء بینید و منهج اهل بدعه بینید. یعنی فهمید؟ لجأ الى الله ان يصرف عنه هذا السوء وأن يصرف عنه هذا الكيد وما يؤدي إليه فاستجاب الله دعاه لجأ إليه. يعني الله وقتی که الله به برگشت الله چه دعاشه چه قبول کرد. يعني فایده این آیات صرفه عن اولیاء السوء وعن هذا النبي كريم عليه الصلاة والسلام. نعم.